داستان جادوگران دربار هخامنشی، طلسمی که تاریخ ایران را تغییر داد. در زمان پادشاهی شاهنشاهان هخامنشی، ایران باستان نه فقط یک سرزمین بزرگ و پرقدرت بود، بلکه جایی بود که اسرار جادویی، نیروهای ماورایی و معجزات در کنار قدرت‌های نظامی و سیاسی شکوفا می‌شد. در این دوره جادوگران و مغان نه تنها در دین و مراسم مذهبی نقش داشتند، بلکه به طور خاص در تصمیمات سیاسی و حکومتی نیز دخالت داشتند. یکی از این داستان‌های جادویی داستان طلسم شاهنشاه داریوش بزرگ است که به طور مستقیم بر سرنوشت ایران تأثیر گذاشت. داستان طلسم شاهنشاه داریوش بزرگ در دوران حکمرانی داریوش اول شاهنشاه هخامنشی ایران در یک بحران بزرگ قرار داشت. داریوش پس از آنکه به سلطنت رسید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی روبرو شد. شورش‌ها در بخش‌هایی از امپراتوری، تهدیدهای خارجی از سوی یونانی‌ها و درگیری‌های داخلی با دربار شاهی. در این زمان بسیاری از مردم و حتی مقامات دربار اعتقاد داشتند که شاهنشاه نمی‌تواند قدرت خود را حفظ کند مگر اینکه از نیروی فراتر از قدرت‌های بشری بهره گیرد. یکی از شب‌های تاریک و پرستاره، شاه داریوش از یک رویا بیدار شد. در خواب او صدای آناهیتا، الهه آب و باروری را شنید که به او گفت برای پیروزی باید به سراغ طلسمی باستانی بروی. طلسمی که از زمان پادشاهی کوروش بزرگ، بنیانگذار سلسله هخامنشی، در دل سنگ‌های کوه‌های زاگرس پنهان شده است. تنها یک جادوگر قدرتمند می‌تواند آن را پیدا کند و به تو نیرویی بخشد که هیچ کس نمی‌تواند تو را شکست دهد. داریوش بزرگ که نگران سرنوشت خود بود، تصمیم گرفت به دنبال این طلسم برود. او در دربار خود از مغان و جادوگران زرتشتی خواست تا به او کمک کنند. یکی از جادوگران مشهور در دربار او مردی به نام مغانوش بود که شهرت زیادی در جادو و پیشگویی داشت. مغانوش پس از مشورت با دیگر مغان و خواندن تومارهای قدیمی به داریوش گفت که برای به دست آوردن این طلسم باید به دل کوههای زاگرس برود و در آنجا به کمک نیروهای جادویی گم شده طلسم را فعال کند. مغانوش به شاه هشدار داد که این سفر پرخطر است و تنها یک جادوگر با نیروی روحی عظیم میتواند طلسم را به دست آورد. شاه داریوش با شجاعت و باور به نیروی جادویی همراه با مغانوش راهی کوههای زاگرس شد. چندین روز در دل کوهها و جنگل‌های تاریک و مرموز گذشت. در میانه راه آنها به یک غار عمیق رسیدند که در دل آن کتیبه‌ای قدیمی از زمان کوروش حک شده بود. مغانوش با دقت آن کتیبه را بررسی کرد و گفت این کتیبه اسراری عظیم را در خود نهفته دارد. اگر این طلسم را فعال کنیم قدرتی فوق‌العاده خواهیم یافت که به هیچ قدرت زمینی تعلق ندارد. طلسم قدرت‌های ماورایی. مغانوش با استفاده از جادوهای کهن و تومارهای مقدس طلسم را فعال کرد. ناگهان درخشی نیرومند از درون غار خارج شد و به سمت آسمان صعود کرد. همه جا پر از نور و صدای نغمه‌های عجیب و غریب شد. شاه داریوش با حیرت به این اتفاق نگاه می‌کرد. او احساس می‌کرد نیروی عجیب در سراسر وجودش جاری شده است، نیرویی که هیچ کس نمی‌توانست مقابل آن ایستادگی کند. در همان لحظه مغانوش با چهره‌ای ترسیده گفت شاهنشاه، این طلسم نه تنها قدرت شما را چندین برابر می‌کند، بلکه تاریخ را برای همیشه تغییر خواهد داد. با این قدرت شما هیچ دشمنی را نخواهید شکست، بلکه آنها خود به دستان شما خواهند آمد. پس از بازگشت داریوش به تخت جمشید، او از این قدرت‌های ماورایی در جنگ‌ها و مذاکرات سیاسی خود بهره برد. شاهنشاه داریوش با این طلسم به طور معجزه‌آسا توانست هم شورش‌ها را سرکوب کند و هم قدرت خود را در مقابل یونانی‌ها و سایر دشمنان تثبیت نماید. سرانجام دوران سلطنت داریوش شاه به یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخ ایران تبدیل شد، دوره‌ای که بسیاری آن را با جادوی شاهانه و نیرویی که از طلسم‌های باستانی سرچشمه می‌گرفت به یاد می‌آورند. داستان‌های ما همچنان ادامه داره و شما میتونید با لایک کردن ویدیو به ما کمک کنید و همچنین با سابسکرایب و دنبال کردن ما از داستان‌های جدید ما بهره ببرید. ممنون از لطف شما.